سوره عادیات یعنی اسبان دونده در مکه مکرمه نازل شده است و از 11 آیات عبارت است. بسم الله الرحمن الرحیم به نام الله بخشاینده مهربان. والعادیات ضبحا الله سوگند یاد می کند، سوگند به اسبان تازنده ای که نفس زنان به طرف دشمن حمله می کنند. فالموریات قدحا سوگند به اسبانی که به نعل خود سنگ را زده آتش می برآورند. فالمغیرات صبحا پس سوگند به اسبانی که بر مقابل دشمن بامدادان هجوم آوردند. فأثرن به نقعا و آنگاه در آنجا غبار برخیزانند. فوسطن به جمعا و آنگاه در آنجا در میان درآیند و دشمن را سرنگون سازند. ان الانسان لربه لکنود به درستی که آدمی پروردگار خود را شکر نمی گوید وانه على ذلك لشهید به درستی او خود بر این گواه است وانه لحب الخیر لشدید و او علاقه سخت با دارایی و مال دارد. افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور آیا انسانی که مغرور است نمی داند الله تعالی مردگان را از گورهایشان برای حساب و جزا بیرون می آورد و حصل ما فی الصدور و آنچه در دلها از نیک و بد پنهان است آشکار شود. ان ربهم بهم یومئذ لخبیر پروردگارشان در آن روز از حال آنها و عملهایشان آگاه است و هیچ چیز از او پنهان نخواهد ماند.